سلام دوستان، داخل این ویدیو می‌خوایم آموزش ارز استارز رو توضیح بدیم و چگونه لول اکانت نات کوینمون رو بالا ببریم و اینکه آیا اصلا ارزشش داره که لول اکانت رو بالا ببریم یا نه. واسه اینکه بخوایم لول اکانت رو بالا ببریم میتونیم هم از قسمت این دایره‌ای که دو تا خط داره روی گزینه لول اپ کلیک کنیم و یا اینکه روی قسمت لیگ که نوشته برنز روی این کلیک می‌کنیم و لول اپ رو می‌زنیم. لیگ طلایی برای اینکه 3 ماهش رو بگیریم باید 1380 تا نات کوین یا به همون معادلش استارز پرداخت کنیم، 6 ماه 1932 تا و 1 سال 2760 تا. و گفته شده که لیگ طلایی مقدار درآمدی که به ما میده 1000 برابر بیشتر میشه برای هر ماموریت. الان این ماموریتی که اینجا نگاه میکنید گفته 2000 به ما نات کوین میده در هر ساعت. یعنی اگه لیگ طلایی داشته باشیم این میشه 2 تا نات کوین در هر ساعت و اگه لیگ پلاتینیوم بگیریم گفته 5000 برابر میشه، یعنی اون مقداره میشه 20 تا نات کوین، ببخشید 10 تا نات کوین در هر ساعت. برای اینکه لیگ طلایی هم بخریم 3 ماهش گفته 9990 تا یا معادلش همون استار، 6 ماهش 13986 تا و 1 سالش 19980 تا. خب من خودم الان داخل این ویدیو میخوام 1 ساله پلاتینیوم خریداری بکنم از طریق استارز، چون الان میبینید من موجودی نات کوین ندارم. من اینکه بخرم نات کوین ندارم، از طریق استارز خریداری بکنم. من اینکه بخوایم استارز بخریم میتونیم هم از داخل وبسایت fragment.com بگیریم و یا از داخل همون کیف پول تونکیپرمون که وارد کیف پول تونکیپر میشیم، داخل قسمت بروزر میریم و اینجا میریم داخل قسمت فرگمنت. از داخل سایت فرگمنت که بالا اومده این بالا استارز نوشته، روی استارز کلیک میکنیم و اینجا روی گزینه اول گفته آیدی تلگرامی که میخوایم براش خریداری کنیم که من اینجا آیدی خودم رو وارد میکنم و اسم من اومدش و اینجا مقداری که میخوایم استارز خریداری بکنیم که 19980 تا برای 1 سالش بود که من دوباره چک بکنم. بله 19980 تا و روی گزینه خرید میزنیم که 40 تون تقریبا میشه، بعد واسه خریدش پرداخت بکنیم که اینجا روی گزینه بای میزنم و تاییدش میکنم، تراکنش هم پرداخت میکنیم که الان این اکانت من تقریبا اینجا منتظر میشیم تا تراکنش انجام بشه. بعد اینکه تراکنش انجام بشه این معادلش توکن استارز داخل تلگرام من شارژ میشه. استارز هم که فقط یه جور یعنی ارز دیجیتال نیستش، یه جور یعنی امتیازی که مخصوص تلگرامه و باهاش میشه خریدهای درون برنامه تلگرام انجام داد، حالا چه برای نات کوین باشه چه برای ربات‌های دیگه باشه مثلا کتیزن یا پروژه‌های دیگه. هر چی که خرید درون برنامه تلگرام هستش از این طریق امتیاز استارز انجام میشه که یه چک میخوام بکنیم آیا شارژ شده اکانت استارز من. روی یس کلیک میکنیم و بله اگه اینجا نکنیم بالا قسمت بالانس 19980 تا استارز واسه من شارژ شده که روی کانفرم کلیک میکنیم و پرداختش انجام شد. خب الان اکانت من لیگ شده پلاتینیوم و یه رفرش بکنیم میبینید که این ماموریت از 2000 شدش 10 تا نات کوین، یعنی الان این ماموریت من انجام دادم من 10 تا نات کوین پرداخت میکنه در هر ساعت و به مدت 1 سال این لیگ واسه من فعال میمونه و اینکه احتمال خیلی زیاد هستش که در آینده این قیمت افزایش پیدا بکنه و یا اصلا غیر فعالش بکنن. کسانی که دوست دارن یه سرمایه‌گذاری انجام بدن این قسمت لیگ پلاتینیوم نات کوین میتونه گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری باشه و البته بازم ریسک خودتون در نظر بگیرید که چون هر سرمایه‌گذاری به حال ریسکی داره. ولی خب قبل اینکه معرفی کنم خودم انجام دادم، دوستانی که تمایل داشتن میتونن انجام بدن. همچنین شما میتونید طریق زیر مجموعه گیری و دعوت دوستاتون اگه اونها هم لیگشون رو ببرن بالا اون 15% مبلغی که پرداخت میکنن برای خرید لیگ به شما پاداش داده میشه. حتی اگه افرادی که از قبل هم نات کوین داشته باشن یعنی ربات نات کوین از قبل داشتن اونا رو هم حتی اگه دعوت بکنید زیر مجموعه شما حساب میشه، یعنی انگار تازه زیر مجموعه گیری اومده، یعنی کسایی که از قبل هم داشته بودن میتونن دوباره بیان زیر مجموعه شما بشن. از این طریق هم میتونید درآمد کسب کنید. لینک خودم هم داخل دیسکریپشن میذارم، اگه کسایی که تمایل داشتن میتونن لینک منم وارد بشن